از بس که خراب و لاغر و قاقله‌ایم، در حسرت یک بورگانان و اوتله‌ایم. سلام دوستان عزیز، امروز مدینه اوتله با تمام هستی مهنت کرده است که مرا در پس پنجره بینم. من دوستان از من حیران میشم. پس پنجره رفتن برای من مشکل نیست. من در دردی وزمین یک چیزی که از پشت یک شطاح نودم من پس پنجره برم. برای چی؟ میگه راستی را نبود هیچ زوال به جهان، سر وگر خشک شود باز عصا میگردد. من تو همین روزا چی سخنی کدم نکدم، یگان کس نگفتم که تبره خونه همسایت آتش بزد، تبره گاوی همسایت دزدی کرد، تبره نسبت پدر مادر ناحرمتی کرد. من امروز تا به این روزا چی سخنی کدم نکدم، صدقاً از برای الله به مقصد یک پیشرفت خلق ملت و وطن من یگان مقصد دیگه ندارم. کی مرا چخیل میفهمه نمیفهمه. من حیران میشم. تمام کوشش را کرده است مرا باید که بدام خود بافتونم. انشاءالله که ایدست یگان چی هم نمیاد، تمام مهنتاش زحمتاش بیهودن. نگاه کننده یک مکر زنای شتا، بعضی از زنای شتا چنین مکر داره که در واتساپ من که با همون یگان کار ندارم. من یک بار سخن میکنم، نه تنها در خودش، در تمام اولادش تاثیرش میرسه. در واتساپ مرا هم خیلی گپای پس میزنه، مرا مجبور میکنه، مرا خشمگین میکنه به همون درجه ای که باید که ما را یگان سخن قبیح بگوم و سخنهای مرا ضبط کنه و با همین واسطه باید که مرا گویا که چخیلی که پس تاویل میگن. مقصدش همیه ای. اوزی من گلاساش هم میمانم، شما گوش کنین و بعد فکر عقیدتون نسبت همین شطاح بنویسه. ای خوکچه، من برای خودم صدای کرو رو گرفتم. تایمون رو جوال برای من به قدر بدی، به قدر میمانی. یگان برام قدر قیمت نداره. هرچند که بدی و بو پدخلیگی کدی بخشش برستی و گلاسه و کم هسته. من یک تا ویدیو چه دیگه بنامیت دارم. چه فرمانده؟ آیا با فکر میکنم میپرسم میشورسو نکی بکنم نکنم نیستا یک تر اکتیو میتونم ویدیوت کنیم. گلوه گومی بیتو گویا تو ما در اکتیو داده با 15,000 فکر گم شه میجه دلبه یاب و 15,000 تا میدونی چه خیلی که 300,000 جمع که 15,000 تا بلوز من بابا ما را میرسیده گم شه. در یک گپ خندم میگیره گویا من کدام وقتی در نزدی بخشش پرسیده باشم. استغفرالله، من هیچ کنستم. من یا صغیره کم بغلم، لیکن خیلی ننگ ناموس خیلی سر ندارم که در نزد هر یک نوکس خمش کنم. اولش بعد دیمش که وقتی اکتیو گپ میزنه یا اکتیو در چی میبینن که میبوین نمی خچونه یک کمتر میجنبونانه دکس لایکش میمونه یه باور اکتیو ما در یک حالتی میبینیم که ما یک سخن خوب، یک سخن با منفیت جامعه میزنم، ما در طرفدارو پیدا میشوند. انا هیچ چیز اکتیو ما میتونم موز همین لباسم بکشم گلی برای قرقص بازی کنم 10 مینوته ویدیو کنم که تمام دنیا مرا تماشا میکنم. ما بیزار چونین اکتیو. سلامت باشین دوستان عزیز.